نقطه محل دعوتی کمیسریت ناحیه خوبادیان غیر روزهای مقرری این صبح مالامال آنهایی بود که فرزندان را در دعوت بهاری به خدمت مادر وطن گسیل میکردند. امروز پسر دومی من به خدمت حربی شامل شده ایستاده است. من از با گسیل فرزندم امروز در اینجا حضور دارم. افتخار از آن دارم که من امروز فرزند من به وایه رسیده سر پدر و مادر خود را بلند برداشته ایستاده است. برای خدمت خلق وطنم، برای آبادی وطنم، برای خوشی و خرسندی خلق دیارم پنجم فرزند ما به خدمت وطن گسیل کرده ایستادم. همه هم قشلاقم هم دیارم خواهش میکنم که من 4 فرزندم که خدمت کردن اومدن اینا اویلدار شدن 5 خرسند فرزندار آسوده و خرسنده زندگی دارن. خواهشمندم که همه جوانای ما، همه دادرای ما، فرزندای دیار به خدمت وطن همه وقت تیار باشند. از دعوت شدگان برای بیماری سرایتی کرونا ویروس نو کووید 19 69 تا آنالیز گرفتیم. همه تشخیص نمونه‌ها منفی، یعنی بیماری کرونا ویروس نیستند. همش صحت سلامتن دعوت شدگان. چنانچه اطلاع داده شد در دعوت نخست که 70 نفر به قید گرفته شده بود، قریب که همگی آنهایی بودند که اختیاراً و با امر دل برای شامل شدن به صف قواهای مسلح مراجعت کرده بودند. از کودکی در دل من ذوق و رغبت زیاده بود که من می‌خواستم که یک سربازی قلب شجاع دلیر باشم. با هر یک نفر قرض است، قرض را باید ادا کرد. بعد پر از معاینه گذشتن عوضکران در ورزشگاه مرکزی ناحیه با اشتراک واریدین و پیوندان آنها در یک وضعیت متنتن که از جانب مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه سازمان داده شده بود، همایش خاطرمان بر روز دعوت شونده دایر گردید. های شخصی دعوت شوندگان بخشیده بر روز دعوت شونده صف آراستند. کمیسر حربی پادپالکان غایبزاده نخست نوازکران و مسئولین از مقامات اجرایی از سابقه‌داران مهنت، مادران و یک قسمت دیگر بدین مناسبت تبریک گفته دعوت به عمل آوردند که آنها نیز چون بابایان و پدران شرفمند در حفظ مرز و بوم وطن صداقت ظاهر ساخته چون گوهرک چشم میهن را عزیز دارند. گلدخترکان با پیراهن زیبای به بر کرده در رسم گسیل شرکت گرفته ابراز نمودند که چنین جوانان واقعا مایه افتخارند. اصلا با دختران و پسران مخول است که شجاع باشند، دلیر باشند و ناترس باشند که به خلق و وطنشان صادقانه خدمت نمایند. هستند نفرانی که با اختیار خودشان به خدمت مادر وطن می روند و ما الکی در اینجا جمع آمدیم که آنها را به خدمت مادر وطن گسیل کنیم. چون کمیسر ناحیه اطلاع داد سال تا سال شرایط در قسم‌های حربی مملکت خوب شده. طول خدمت جوانان در مکتب مردانگی آبتاب می‌یابند و با سری بلند به نزد والیدین برمیگردند. گاهی این گفته‌ها در روز نخست دعوت مراجعت بیش اختیاریان نسبت ادای عهدهداری حربی میباشد. امروز کمیسریت حربی ناحیه خوبادیان در یکجایی با جماعت شهرک و دهه‌های ناحیه با تمام پدر و مادر دعوت شوندگان کارهای فهم‌آموزی گذرانیده. امروز نتیجه آن است که در روز اول دعوت نقشه دعوت 50% رو اجرا کرده ایستاده است و صف اختیاران هم باشد نسبت سالهای گذشته زیاد شده. یک نکته را باید ذکر کرد که سالهای اخیر عنعنه نانگزان از نو احیا شده یک لحظه خاطرمان در مراسم گسیل گشته است. در این لحظه ها مادران جگرگوشه ها را با آغوش کشیده پند میدادند که در خدمت به وطن استوار باشند و شرف آن را برابر با مرتبه مادران دانند. همینطور از آنهایی که در دعوت نخست به مرکز ولایت فرستاده میشوند 84 نفرشان بعد ختم کورس کوتاه مدت رانندگی و 15 نفر دیگر که کسب کفشیرگری را از بر کرده بودند صاحب شهادت نامه گشتند. در آخر بزم غلغلفکنی معرکه گسیل همگان را به صحنه خواند و مادران و فرزندان شکرانه تینجی و امانی مملکت کرده میرقصیدند و میباریدند. محمد شریف تیمور، منوچهر جمعه خان، ناحیه قبادیان، جهانما.